اولین بسته های واکسن استرازنیکا شب 8 و 9 مارس طریق پرواز مخصوص شرکت سامان ایر از شهر دهلی هندوستان به دوشنبه رسیدند. مسئولان وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند واکسن ها را در یخدان های مخصوص جای کردند. شام امروز در دایره برنامه کوواکس به جمهوری تاجیکستان 192,000 وایه واکسن استرازنیکا وارد شد. هنوز دقیق نیست که امکانی ضد کووید 19 در تاجیکستان کی آغاز می شود. مسئولان وزارت تندرستی گفتند برای این کار باید قرار حکومت صادر شود و آنها امیدوارند که این کار هرچی زودتر صورت می گیرد. با ورود اولین بسته های واکسن به تاجیکستان این سوال نیز صدا داد که تا کجا در تقسیم واکسن ها شفافیت تامین می شود. مسئولین وزارت تندرستی گفتند بر اساس ترتیب نخست کارمندان ساحه تندرستی، بعدا ساحه های استراتژی خواجگی خلق، شهروندان سن و سال از 60 ساله بالا، نفران دارای بیماری‌های مزمن غیر سرایتی و کارمندان ساحه معارف و علم واکسن می‌گیرند. به گفته وزارت این کردن اختیاری خواهد بود. تاجیکستان در دایره برنامه کوواکس باید 730,000 واکسن رایگانی استرازنیکا را دریافت کند. از این مقدار 192,000 واکسن به تاجیکستان الکی رسیده. دقیق نیست که مقدار باقی مانده کی به کشور وارد می شود. در عموم تاجیکستان از سازمان جهانی تندرستی 20% واکسن ضروری را رایگان خواهد گرفت. باقی مانده واکسن را باید کشور خریداری کند. مقامات گفتند گفتگوها برای گرفتن واکسن روسی سپوتنیک ادامه دارد و چین هم برای تاجیکستان واکسن رایگان پیشنهاد کرده است. ماه فوریه وزارت تندرستی در دایره یک نظرپرسی از ساکنان سوال کرد که آیا می‌خواهند واکسن ضد کووید 19 بگیرند. مقامات گفتند 81% پرسیده شدگان برای گرفتن واکسن راضیگی دادند، اما پرسش رادیوی آزادی در خیابان‌های دوشنبه نشان داد که بیشتر ساکنان درباره واکسن معلومات زیادی ندارند. طبق اطلاع رسمی تعداد گرفتار شدگان به بیماری کووید 19 در تاجیکستان بیش از 13,000 نفر بوده. این بیماری تاکنون در تاجیکستان 90 قربانی داشته است، اما متخصصان به آمار رسمی شبهه دارند و میگویند تعداد واقعی گرفتار شدگان و قربانیان بیشتر از آن است که وزارت تندرستی میگوید.